چی حاصلتون میشه؟ خب چی گفتم؟ گفتم که به زور نگیم بچه این عکسو بگیره، نباید بچه رو اجبار کنیم که واسمون اون ژستی که میخواد رو انجام بده. من امروز عکاسی فشن از بچه داشتم، بچه خواهرم. جانم بیا جانم، سلام کن، سلام کن. کودک نباید ما بگیم بچه چه کار کنه، بچه خودش جست انجام میده وقتی که میدوه، وقتی که میخنده یا حالا داره آرایش میکنه. امروز عکاسی که داشتیم یا حالا اون فیلمی هم که داشتیم اینجوری بود که جانا هر کاری که دوست داشت انجام میداد. ما بهش نمیگفتیم که آرایش کن، ما بهش نمیگفتیم که حالا کارهای دیگر رو انجام بده. خود بچه باید اشتیاق داشته باشه. مثلا یه محیطی رو واسه بچه درست کنیم که بچه با همون باش بازی کنیم، به همون اعتماد کنه یا حالا اوکی بشه. جانم میخوای صحبت کنی؟ ممنونم که تا اینجا با هم بودین و ممنونم. خدافظ. جانم خدافظی کن. بای بای.